اگه همین 6 ماه اخیر علاقه نفینون کرده میشد نسبت 5 نفر کارمند خدمات گمرک در خدمت همین خدمات گمرک مواد تایش با آگنتی نظارت دولتی پیشنهاد کرده نسبت 5 نفر پرونده جنایتی آغاز کرده است. پیش از همه در چی اضافه می‌گردد؟ در همون اضافه نویسی شما گفتید. در اینجا اضافه نویسی نیو یک نمود این باره با دیگر بار عوض میکنند در همون وقتی بر رسم ضروری از همین حساب نرخ مولا کم میکنند و چون در اینجا هم تاجر فایده میبینند هم کارمند مقامات گمرک. من فقط یک چیزی که شما در باره مکرون گفته گذاشتید مسائل مکرونی. اگه در سال اخیر فقط از دولت ایران در مورد 495 تونه وارد شده است. یک از اون بر رسم ضروری مقامات گمرک زیاده از 22,000 تونه است. چی است اینجا؟ خالی نه محصولات مکرونی وای کردن بر رسم در آوردن. میبینم همچون محصولات مکرونی بر رسم در برای که بچه‌های سطح بچه کمتر است. ببینید که چند سال باز همون مقامات ما حرکت میکنیم که همین در وقت ایدی سالی نو همین وای میگیم که آتش انگیز خلاپوشکا را پیش گیرید تا حال گرفته نمیتونیم. این هم با مثل همین است. لیکن ما تمام چاره را اندیشیده ایستادیم که همین به طور قاچاق وارد کردن همین محصولاتی که خوراکواری مخصوصا اون محصولاتی که به سلامتی آدمان ضرر آور همین پیشگیری کنیم. باور میکنید همه با واسه میرسونم بگذار دونم مردم و نزدیکی یک ماشین کارمندان خدمات گمرک داشتن حجتاش با رستوار گلوکوزا گفته وارد شده است. رستوار گلوکوزا وقتی میکشویند بارد 23 تونه پوستی مرغ است. شما میدونید پوستی مرغ چی است؟ همین پوستی مرغ از دولت ایران وارد کردن و میدونید برای چی وارد میکنن؟ باید خوردن ممکن نیست. باید تاجرای ما وارد میکنن پیش از همه برای حسیب بود بعد یا نمود خوراک داریم که باید میگن کیفسکی کتلت بعد وای ششلیک کوری نمیگن از زبان خودم میگن همون پوسته انمون خیلی خوراک کردن اونم میفروشن. ما این خیلی تاجرای با وجدان هم داریم. چند تونه بوده؟ 23 تونه. همون البته چورجویی کردیم